سلام عروسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مامان احترام، جونه میشه یه چند روز بیام پیشتون بمونم؟ برای درس خوندن میگم. مگه تو خونه خودتون نمیتونی درس بخونی؟ نه بابا، از دست این نوید و نسیم یه بند دارم با هم دعوا میکنم. نگار خانوم، بی خودی مامان احترام و واسطه نکن. شما اگه درس خون بودی نگار خانوم میشستی خونه خودم و مثل بقیه بچه‌ها درستون میخوندی. بده من. نگار خانوم شد که یه بار درست کنیم بچه صحبت کنیم. خلافم کرده مامان. از وقتی ایرج فکر خارج رفتن انداخته تو سرش دیگه پاک هوایی شده. خارج؟ کجا؟ چه میدونم کانادا. میگه امسال اینو بفرستیم درسشو بخونه، سال دیگه هم نویدو بفرستیم. میگم یه دختر تنها میشه آخه. لا بابا گشنمه پس کی غذا تاهره مادر سفره رو بندازین. فلورم خاره فرو پخته. یه کدوم باید بره اون و قابل من رو بیاره. من نمیدونم چه سریه این پلو خاله فروغ اصلا یه طعم دیگه داره. نه مردیه؟ خوش به حال خالی فرو. این همه هواخواه داره. ای من قربون مامان احترام خودم برم که اینقدر دل نازک شده. خیستم کردی با اون دستکشه ها. مرزیه جانم. بیا مادر این گوشه رو بده شوهرت سیخ کنه. چشم. منقلم زغا ریختم گوشه حیاته. کباب دیگه واسه چی خانم جون؟ همون خورش بس بود. واسه بچه هاست. نوید قرمه سبزی دوست نداره. خب دوست نداشته باشه مامان جان. گشنه که نمیمونه. اینقدر لوس نکنین تو خدا این بچه ها رو. حرف نداره. این خطاتیه. نگاه کن شما عمرن کسی تا همچین یا حسینی نوشته. کاش یه ذره از این خلاقیت تو صرف درس و مشقت میکردی شما. مامان مگه شما واسه آدم خلاقیتم میذارین؟ تو هم لازم نکرده هر حرفی رو جواب بدی. تقصیر خودشه دیگه، هی گیر میده. گیر میده یعنی چی؟ آدم با مادرش اینجوری حرف میزنه؟ چشم، هر چی شما بگی. بمونم. خاله فروغ، خاله فروغ، خاله فروغ جان، پس این پلو چی شد؟ مردیم از گشنگی. خاله فروغ کجایین شما؟ خاله فروغ چی شدین؟ خدا قسمته کافر نکنه این دل درد امانه بریده مادر. خب چرا به بابا نمیگی؟ نه طور جدت حرفی نزنی ها. دی جانش نداره. 2 هفته آزگار حیوان کشانده بیمارستان، همه جانم سوراخ کرده، آخرش هم هیچ. این بابای تو تا من نظر تو گور دست بردار نیست. هوا کم آلوده است، تو هم هی دود سیگار بزن تنگش. با این بنزینای آلوده‌ای که اینا به ما میدن این سیگار حکم کپسول اکسیژن رو داره. کمشای پراکنی کن، اونم جلو احمد آقا. بذار بگه آقای خودش آلودگی صوتیه. این 4 تا سیخ کباب حاضر نشد. بفرمایید شما برنج رو بکشین کباب آماده میشه الان. باد نزن این از خاله فروغ چی میاد شد؟ باز دلدردش زده بالا. ای بابا هیچیش نیست، خودش لوس میکنه. خاله فروغ که کسی رو نداره. حالا یه کمی هم خودشو واسه ماها لوس کنه. به جایی بر نمیخوره که. من با این زانی ناصر و نفس که یه دمی و میاد میره برای کی خودم رو لوس کنم. این قربونت برم مامان جون، شما که 1000 تا نازکش دارین ماشاءالله. نگاه دکتر 3 سور دست ما رو کندی گذاشتی کنار. برای 2 مسقال زبونی نتونستی یه فکری بود. نگاه جون. این یکیشی میبری مغازه مشق قربون، اون یکیش هم میخونه آقا محمدی، همین خونه روبرویی است. مادر این آقا پادر داره ها، یه ذره بعد معطر چی تا در باز بکنی. میخوای بری یه چیزی هم تنت کن. بمونم. سمیه جان این آسوزی که از کباب بری بس. حالا خوبه دلت درد میکنه ها. دکتر گفته کباب برات خوبه. شکر با اجازه. خداحافظ همین. کجا مادر؟ دیرم شده. غذا تو بخور. بعد ساعت 2 کارخونه باشه. احمد آقا جون عزیزم، قرار نیست که شما یه تنه جور انقلابو بکشی که. اجازه بده بقیه برادرام سواشو ببرن. دکتر جون والا. آمپولی قرصی ندی حالش بد میشه. پس مادر اقلا صبر یه ذره برات بکشم ببری بخور. شما بشینید من میرم. پس سامیه جان یه دفع شله زردم بذار ببره برای همکارش. دستت درد نکنه. خاله فروغ از زهره چه خبر؟ شکر خدا خوبه. یه شب در میان زنگ میزنه، همین زود فارغ میشه. یکم سالات بدین جا. پس یه شام افتادین. دختری یا پسر؟ بالاخره پسر شد. اسمش هم محمده. خاله فروغ ساکتون رو بستین، باید بریم کاشان عروسی. بهت که گفتم عروسی ندا دختر عاطفه. ندا؟
مگه وقت شوهرشه؟ نگار جان ماما این لکه ها اینو ببر برای خاله فروغ. اونه که تا نازشو نکشی دست برم. ایرج کار نداری؟ نمیخوای بری بیمارستان نشستی کنی بازی؟ میرم بذار حالا با جنابو بگیرم. اونا که شما فراموش کن دکتر. چی شد نیما جان؟ ماما چیزی نیست بعضی وقتا نفسم یاری نیم. مال آلودگی هواست. ماما این روزا کمتر بریم بیرون تو رو خدا. باشه این شل زردار بزنین رو میز وقت رفتن یاد. بابا خاله فروغ حالش خیلی بده. چیزی نیست. نگران نشو بابا. حاج خانم چی شده؟ نبینه فقط باشی. یالا حاج خانوم حاج خانوم سفارشتون آوردم. حاج خانوم دست درد نکنه. بذار همونجا کنار پله. میگم دیگه خیالتم راحت ها. از این برنج سمیا نیست. این مال شماله. آستانه است. حالا حاج خانوم من نمیدونم یه چند روزیه یه مطلبی رو میخوام برات بگم. التفات میکنی؟ سلام هش قربون. سلام دختر جون. سلام مش قربون. سلام سلام. احوال شما کمرتون بهتره؟ دیگه هی ببین دختر من نگاه کن. بله. میگم داری میری تو این برنج روغن ورده با خودت ببر. حاج خانوم سختشه. التفات میکنی بابا؟ بله چشم. نگار خانم جانم. مامان احترامو اذیت نمی‌کنی؟ درساتم خوب میخونی شیطان ازم نمیکنی. چشم. میگم فرو خانم ناخوش بود. آخه من تیم آمبولانس داره. من اومدم. علیک سلام. مامانه چرا نیومد تو؟ گفت کار دارم باید برم. خوبی؟ خاله فروغ چی شد؟ خاله فروغ نمیدونم فکر کنم بابا گفت امشب بیمارستان بمونه بهتره. پایین تو همین اتاق. سر صدام نمی‌کنی که اصلا حوصله ندارم ها. قربون مامان احترام خودم برم. خودشو لوس میکنی؟ مامان احترام. اگه وقت کاری داشتی تعارف نکنین دا. نگران درس منم نباشین. بگین مخلصتونم هستم. یه وقت برای شب چیزی درست نکنید دا. من که شامخور نیستم. هنوز میشه این نیرو رو در شما شام نمیخوری؟ من شبا شام نمیخورم. فروغم اگه این عادت بد شام خوردن از سرش میافتاد الان این حال و روزو نداشت. کشف این جسد یخزده‌ای علاقه دوباره‌ای به کاپاکوچا پدید آورده و این دختر جان این چه طرز غذا خوردنه؟ بیا مثل بچه آدم میشین سر میز شامتو گرم کنم بیارم بخوری. اینجوری سقل سرد میگیری یا؟ جانه سلام علیکم. الحمدلله شکر. تو خوبی؟ چرا فروغ بیمارستان نگهش داشتن؟ مگه چیزیشه؟ پناه بر خدا. نه چه مزاحمتی داره تو اتاق درسشو میخونه. نه تو نگران نباش. به دکتر سلام برس. باشه. گوشی جونم. دختر اون ماسکو بزی کنار. حواستو بده به درس مشق. اینقدرم هره کره نکن. خوب نیست دختر 24 ساعت نیشش باز باشه. چشم قربونت برم من. خوبه؟ خودتو مسخره کن. بیمزه. من سر میرم خونه خاله فروغ. حواس که نداره بنده خدا. یه موقع میبینی گاز رو روشن گذاشته باشه. تنه موندی زبون بسته. نه ترس فردا فروغ بر میگرده.
سلام مشغول. سلام حاج خانم. داری میری ستاد؟ آره دیگه امروز شنبه است و راستیتش یه چیزی میخوام بهت بگم. التفات میکنی؟ یادم میره دیگه. حالا عصری که خواستم برنج روغن تو بیارم تو اون موقع یادم میاد. مشغول بون. برنج روغنی که درو اصری آوردی. آره اونو که یادمه. من آقای محمدی برنج روغن خواسته، گفتم برای اینکه خواستم جنسشو ببرم سر رام بیام پیش شما. وگرنه من یادمه. الان این ملوک خانم اینا امشب مهمون دارن. التفات میکنید؟ خب این میوه خواسته دیگه، دارم براش میبرم. شما هم که گفتی داری میری ستادی ها؟ مشغول بون چیزی شده؟ نه ببین من حقیقتش این ظرف غذایی که آورده بودی پریشبا این یادم میره. اصل میارم برات اینو. چقدر زود به زود همه چی عوض میشه. بله. بیچاره خدا رو مادرش رحم کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. شما تازه اومدی؟ بله. عباس آقا کجا؟ بازنشسته شد رفت. انشالله سلامت باشه ارجا. بیا مادم. ممنون. فاتحه یادت نره. خدا رحمتش کنه. سلامت. سلام علیکم. سلام از خانم. خوبین انشالله؟ شکر خدا. چه خبره اینجا؟ میبینین که داره نونوار میشه. حاج آقا مصطفی کجا؟ نبودن تو اتاقش. منتقل شدن. یکی 2 هفته است که رفتن. آقای فیض اومده جاشو. آقای مرندی چی؟ اونم بازنشسته شد. خیلی ها رفتن. یه عده بازنشسته شدن، یه عده بازخرید شدن. منم یه آخر کارم. ولی شما اگه کاری دارین میتونین به آقای فیض مراجعه کنید. آدم خوبیه. بفرم. سلام علیکم. علیکم. بفرمایید. امرتون. عرض داشتم. من احترام سادات حق شناسم. مادر سید حسین حق شناس. سلام علیکم. بله. حاج خانم معلوم است شما کجایین؟ بفرم. حاج خانم ما دیگه داشتیم ناامید میشدیم. آقای فومنی بگین یه چای بیارن. تلفن میزنیم. بفرم. تلفن آخه لازم نبود. همه میدونن ما شنبه اول هر ماه اینجاییم. از بچه ها خبر تازه نرسیده؟ فکر کردم رفتی سفر حاج خانم. همین 2 هفته پیش نامه فرستادیم برگشت خورد. پلاکتون عوض شده؟ آره.
پلاکا عوض شده. من یادم رفته بود بگم، شرمنده. چند روز پیش یه نفر رو فرستادم پیش معتمد محل. مشغول بود؟ حالا نمیدونم، گفتن سر کوچه بقالی داره. قرار شد ایشون شما رو در جریان بذاره. سلام علیکم. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. مشقربون چی باید به من میگو؟ عرض میکنم خدمتتون، شما چایتون رو میل کنید. والا به لطف خدا حاج خانم، بچه ها تو آخرین تجسسایی که تو مناطق عملیاتی داشتن موفق شدن پیکر تعدادی از رزمنده ها رو پیدا کنن. البته میدونین که شناسایی شهدا بعد از 20 سال خیلی کار ساده ای نیست، ولی خب بچه های ستاد با بررسی همه مدارک و همه نشونایی که همراه شهدا بوده تونستن تعداد زیادیشون رو شناسایی کنن. خدا رو شکر حسین آقای شما هم جز به همین شهداست. خواستم تشریف بیارین که عرض کنم خدمتتون آخر همین هفته از جلوی دانشگاه بعد از نماز بهتری حاج خانم. باید ببخشی. شما را به زحمت انداختم. اختیار دارین، چه زحمتی، شما مثل مادر. گفته بودن که دیگه امیدی به زنده بودنشون نیست. اما خب ته دل آدم انگار 20 سال تموم، هر ماه بیا برو منتظره یه خبر، اما نه اینجوری. حالا کجاست؟ حاج خانم یه فرم بهت میدم، اینو پر کن. عجله هم نکن، راحت سر فرصت. تموم شد بذارش رو میز. من با عزت باید برم بنیاد. حاج خانم اگه کاری چیزی هم داشتی آقای فومنی همینجاست. فعلا با اجازه. خدا پشت پناهت. فروغ خانم، فروغ جان، فروغ. علیکم السلام. چیه؟ چرا انقدر نفس میزنی؟ بیا بشین. نکن تمام تهرون دویدی. فروغ آوردی؟ بله، الانم تو اتاقشون راحت خوابیدن. چیزی شده؟ میگم. مامان جان معلوم هست شما کجایین؟ تو این هوا اگه نفستون بگیره ما باید چی کار کنیم ها؟ این وضعیت خاله فروغه. ما باید دلشوره شما رو هم داشته باشیم. طاهره خانم. حالا شما که گفتی راحت گرفته خوابیدی.
مامان یه دونه از این کپسولای اکسیژن براتون گرفتم، گفتم تو خونه باشه الله ضرر نداره. نگار بهتون میگه چطوری ازش استفاده کنین. اینم ماسکه، خواستیم بریم یه دقیقه خونه خاله فروغو برگرده. گفتم این چند روزه پیش شما باشه خیال منم راحت. خیلی خوبه. هزار ماشاءالله فشارتون تکون نخورده. میدون چرا؟ برای اینکه بیکار نمیشین. مامان من هیچ وقت بیکار نمیمونه. هر جور شده کاری برای خودش جور میکنه. دکتر فروغ طوری شده؟ شما که الحمدلله هیچ وقت دروغ نمیگی. حقیقتش حال فروغ خانم خیلی خوب نیست. این دل دردشون، البته جواب چند تا از آزمایششون هنوز نیومده. چقدر وقت داره؟ یعنی اینقدر که چی بگم؟ اون دست خداست، نباید ناامید شد که. اما واقعیت اینه که مدت زیادی مهمون ما نیست. خودش میدونه؟ نه، یعنی ندونه بهتره. ای قربونت برم الهی. خودم نگران میشه دیگه. 10 بار به خدا از شرکت زنگ زدم، دلم هزار راه رفته. هی میگم یه موبایل برات بگیرم میگی نه. دلخور نباش. همه دارو رو چیدم رو میز کنار تختشون که قاطی. مامان احترام کی اومدی؟ مادری توکفا برو مغازه مشق قربون. بگی جعبه خورما باز کنه از خیر رفت. چشم. اینجوری هم نمیری یه چیز تنت کن. راستی ستاد چه خبر بود؟ هیچ، مثل همیشه. انشالله که برمیگرده. یالا سلام مشق قربون. سلام بخیر جون. داشتم میمدم پیش شما. مامان احترام گفت اگه میشه لطفا یه جعبه خورما باز کنین برای خیرات. چشم، خدا رحمت کنه. حاج خانم حالش خوبه؟ مامان احترام چطور؟ سلام مشقربان عزیز. سلام دکتر جان. این خدمت شما، دست شما درد نکنه. بزنم به تخته حسابی راه افتادی. شال که میبندی باید گرم نگرش داری. دست شما درد نکنه، بد نیست، ولی دیگه این کمر بشو نیست دکتر. خودت که میدونی دیگه. جنس دست دوم. سلام مشق قربون. سلام خانم. حال شما؟ قربون شما، ان شاءالله که خداوند به همه ما. سلام حاج خانم. خداحافظ. خداحافظ. دیدمت از جلو دکون رد شدی. خیلی هم همچین آشفته بودی. خب حق داری. اومدم ببینم چه خوب شد اومدی. اگه اسفناج خوب برات آوردن واسه من بزی کنه. اسفناج؟ حاج خانم چی شده؟ مگه قرار نبود شما 7 کیلو هم سبزی قرمه میخوام. احترام جونه؟ جانت بی بلا. از بچه ها چه خبر؟ مثل همیشه. چی میخواستی بگی؟ انشالله برمیگرده. تو هم خوب خودتو زدی به مریضی و این تئاتر رو راه انداختی یا؟ نه جان نداره. دیشب تا صبح پلک رو هم نذاشتی. چند دفعه بهت گفتم 1-2 شب بیا اونور پیش ما. تنها نباشی بهتره. اینجا راحتم. اما 2 شبی نصف شبی یکی بیاد.
خوبه منم یواشکی وایسم زاغ سیاهی تو رو چوب بزنم. برو بچه جان بشین سر درس و مشقت، بذار منم تو حال خودم باشم. الهی قربونت برم که نشستی داری قصه میخوری. نگران خاله فروغی؟ چیزیش نیست که بابا داره خودشو لوس میکنه. خب چی لوس میکنه یعنی چی بچه؟ درست صحبت کن. میگم مامان احترام این عتیقه ها دیگه چیه؟ مال زمان عشق و عاشقی شما و با بزرگه؟ حیا کن دختر. وا چیه مگه؟ دوره جوونی من و بابا بزرگت از اینجور چیزا نبود. مال دایی احمد که نیست، چون به گروه خونیش نمیخوره. مال دایی حسینه. اونا رو داری به هم میریزی، خودم باید مرتبشون کنی یا؟ باریکلا فرهاد. ای دایی حسین داریوش. هر سنی اقتضای خودشو داره. احترام سادات کجایی؟ سلام خاله فروغ. سلام عزیزم. شما ماشاءالله خوشخوابی نه؟ خوشخواب و خوشخوراک. مگه ساعت چنده؟ این ساعت هم که 20 سال خوابیده. خوشگه. براتون آب بیارم؟ خاله فروغ که با یه لیوان آب خالی گلوش نرم نمیشه آخه. بفرمایین. بس درد نکن. بس دیگه، تو همینا جمع کن ببرز تو اتاق من. خوشمزه شده، اما اگه من اینو بخورم سیر میشم، شام نمیتونم بخورم ها. نترس، شامم میخوری. آخرش این شکم تو رو به کشتن میده. شیرینیش کمه. شیرینی بر شما خوب نیست. تازه طعم زده، بوی کز میده. خاله فروغ لعنت خدا باشید. یه کاسه دیگه بیارم؟ نگار خانم. آخه سه سوته تهشو بالا آورد. کاسش کوچیک بود، قدر که نبود. به جای این سیر صورت مفت مجانی برو تو اتاقت به کارت بره. چشم. خاله فروغ اینو تموم کن دیگه. این نوزاد به دنیا اومد، رفت مدرسه، با نزدیک دیپلم بگیره. اولش قرار بود دختر باشه، بعد تصمیم گرفتم پسر باشه. هرچی بافته بودم همه رو شکافته. یه رشکه میبافم چشمم سیاهی میره، خسته میشه. چی بگم؟ حاج آقا مصطفی خوب بود. رفتن از اونجا. حاج آقا اینا رفتن، خیلی هدیه هم رفتن. اصلا همه چی عوض شده. چه قشنگ میخنده. دختر تو قرصشو میخوری؟ نمازتو میگه. تو دیگه الان وقت شوهر کردنته. باید این چیزا حالیت باشه. حرفا میزنی مامان احترام. من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم. ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله تکالیف دیگه تو خوب انجام میدی. من به سن تو بودم دایی احمدی تو داشتن. دایی احمد؟ به اون بزرگی؟ الهی بگردم. بچه‌تون لعنه. من یه سر میرم خونه خاله فرو. تلفنت که تموم شد در حیاطو برو قفل کن. الو دیدی چه شیطونه؟ مهندس ولش کن، گلو تو ترک کن. آقا خدمت شما بریم این همه اون رفیقی. زحمتی قربان. سلام آج خانم. سلام علیکم. چی خبره اینجا؟ والا این آقایون مهندسا قرار اینجا رو بکوبن رو هم. آخه اینجا قراره دنبال این خیابون بکشن. اینجوری التفات میکنید اینه که خونه های اینجا همه قراره خراب شه. اول از هم دکون ما میره زیر بولدوزر. آج خانم قضا بود، بابا خودم یه چیزی درست میکردم دیگه. برای نهار این بچه هم که دارن کار میکنن یه چیزی تهیه کن به حساب خودم. شما نگران نباش، اون ردیف آج خانم. مش قربون پیغام ستاد رو یادت رفت من بگی؟
نه راستش دلم نیومد. التفات میکنی؟ یه جوانی اومد اینجا یه چیزایی تون گفت و رفت. ببین از اون روستالا اصلا منقلبم. ماشاءالله شما طاقتت خوبه. چند بار هی دل کردم بگم. ببین مشغول تو حالش که نگفتی، من بعدشم نمیخواد اصلا بگی. بذار این موضوع بمونه بین خودمون و خودم. چراشم از من نپرس. هر جور صلاح خودتونه. خواهر من چند بار بگم شما شرعاً و عرفاً هیچ مشکلی ندارید. شوهر شما مفقود الجسده، نه ایشون. همه کسایی که تا حالا پیدا نشدن مفقود الجسد به حساب میاد. حاج آقا شما درست میفرمایید، ولی وضعیت من به خدا خیلی فرق میکنه. پدر شوهرم که عمومه، آخه این حرفا حالی شما پدر شوهرتون رو بیارین اینجا، ما باهاشون صحبت میکنیم. فعلا با اجازه. نمیاد، یعنی نمیتونه بیاد. بیچاره 10 ساله که از خونش بیرون نیومده. حاج آقا تو رو خدا یه دقیقه. سلام حاج آقا. علیکم السلام. یه چند لحظه وقتتون. ببین خواهر جان، شما دیروزم فرمودین عرض کردم نشدن. اینقدر اصرار نکنین. بفرم. حاج آقا بفرم. تو رو قرآن. سلام علیکم حاج خانم. علیکم السلام. و چرا دیروز رفتین؟ فرمو پر نکردین که. مگه میخوایم پاساژ بزنیم مرد مومن؟ خیلی خوب. به امید خدا. نه آجی گوش کن. شما اصلا بگو که یکی از اون ساختموناشونو بدن به ما اینجا رو بردارن. خیلی خوب. نخواستم شما در جریان باشی. آره من خودم یه نیم ساعت دیگه اونجا. آره به امید خدا. خداحافظ. محمد چی؟ از اون خبری نیست؟ محمد؟ کدوم محمد؟ پسر فروغ، رفیق حسین. اینا اصلا بچگی با هم بزرگ شدن. با هم مدرسه رفتن. با هم دیپلم گرفتن. دانشگاه هم با هم میرفتن. درس مهندسی میخوندن. با جهاد رفتن جبهه. با هم گم شدن. ایشالله پیدا میشه. ایشالله محمدم پیدا میشه. خب اگه حسین پیدا شده، محمدم باهاش بوده دیگه. شما اون فرما رو پر کنش کنم. اونا که از هم جدایی نداشتن. این حسینه، اینم محمد. دارن میخندن. ایشالله آقا محمدم پیدا میشه. شما اون فرما رو پر کنش کنم. بفهم. 40 سال همسایه. حالا دیگه با هم شدیم عینه و دوتا خواهر. بچه ها خالی فروغ صداش میکنه. بله. هر موقع که چند تا شهید میارن، انگار که بوی بچه ها میاد. شنبه اول هر ماه که میایم اینجا، من اصلا نفس تنگی از یادم میره. فروغ هم اصلا دردای جور و جورشو فراموش ببین حاج خانم، من نیم ساعت دیگه باید بنیاد باشم. شما این فرما رو پر کن، من به بچهای تجسس میسپارم. ان شاءالله از پسر فروغ خانم یه خبری بگیرم به همدلله. فروغ حالش خوش نیست. دکتر معتمدی دامادمه، میگه خیلی دوام نمیاره. عمر دست خداست، لابد حکمتی داره. اما خب گناه داره بیخبر از محمد بره. انشالله خدا شفاشو بده. حاج خانم من دیگه باید برم. این فرما رو پر کن، اگه به مشکلی چیزی هم خوردی اینجا آقای فومنی هست، کمکت میکنه. چی حاج خانم؟ پر نکردی که حاج خانم اینو. حاج خانم الله اکبر. اینی که پیدا شده حسین من نیست.
این محمد فروغه. اگه خدا بخواد انشالله حسینم پیدا میشه. من میرم به فروغ خبر بدم. خانم عقلشناس، حاج خانم نمیشه، والا به خدا نمیشه. چرا نمیشه؟ من که مادرشم راضیم. حتما خدا هم راضیه. پس دیگه مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما که نمیتونیم دروغ بگیم که. نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که حاج خانم شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم. ما 4 روز دیگه مراسم داریم، تشییع جنازه است، کلی کار و گرفتاری داریم. والا به خدا این فکرای ببخشید بچگانه شما فقط وقت و انرژی ما رو میگیره. اصرار نکن، نشدنیه. تموم میشه. و سلام. آقای فومنی، آقای فومنی، یه زحمت بکش این حاج خانم رو راهنمایی کن، این فرما رو پر کنه. یه زنگم بزن بگو من تو راه بنیادم. حالا چی بگم؟ حاجی، من و فروغ جفتمون آفتاب لب بومی. امروز نه فردا. اصلا شاید من زودتر از اون برم. من دور و برم شلوغه، بچه هم هستن. اون بنده خدا خیلی تنهاست. اون میگه ظهر هفته 2-3 بار به من زنگ میزنه. اما من که میدونم اگه 15 روز یه بارم بهش زنگ بزنه خیلیه. ها اونم اون سر دنیاست. اما اگه فکر کنه محمد کنارشه، هر موقع دلش گرفت بتونه بره یه ساعتی باش درد دل کنه، والا آروم میگیره. حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست. نه، شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی. نمیخوام ناامیدتو کنم، ولی من دیگه تو اون ستاد کاری نیستم. به نظرم شما زود تصمیم نگیر. بالاخره بچه هم یه حقی دارن. یه صحبتی، یه مشورتی با احمد آقا بکن. به قول گفتنی ممکن اونا راضی به این کار نباشن. معلوم هست کجایین شما؟ ساعت 2 مامان. علیک سلام. ببخشید سلام. حالا میشه بفرمایید تو الان کجا بودین؟ مگه من بچه‌ام که شما نگران شدین؟ کار و زندگیتون رو ول کردین اومدین اینجا که ببینین من کی رفتم کی برمیگردم. دم به ساعت تلفن میزنین، گزارش میگیرین، بس نیست؟ سر پیری آقا بالا سر پیدا کردم. کجا شما؟ میرم مغازه مشقربون یه چیزی بخرم. چه چیزی مثلا؟ شدن لاله من. شارژم تموم شده، برم شارژ بخرم. لازم نکرده، خودم میگیرم برات بعد. نگار جان، مادر بیا اینا رو ببر برای این مهندسا. بنده خداها از صبح تا الان زیر آفتاب دارن زحمت میکشن. الهی قربون این نگار گفتنت بشه. زود برمیگردی یا؟ مادر مانتوت هم بپوش. چشم. داروهاتونه که بخورین چند روزم استراحت بکنین درست میشین مثل روز اولتون. دکتر جون، این از روز اولش هم همینجوری زار و نزار بود. سلام علیکم. علیکم السلام. خدا رحمت کنه میز محمد جعفر رو. از دست همین ادا اصولای این بنده خدا دق کرد و مرد. چی میگه احترام؟ میزبم جعفر خدا بیامرز 30 سال از من بزرگتر بود. عمر 9 داشت. ده همین 30 سال بزرگتر بود تو اینجوری لوس شدی دیگه. پاشو بریم اونور. از سید مهدی کباب گرفتم، از دهم میفته. اشتها ندارم.
ریحون یادش رفته بذاره. مامان جان برای سرعق چی میخواین کادو بدیم بگیرم براتون؟ نیم سکه خوبه؟ بسته دیگه ها؟ بفرمایید. پلاک هایی هم من دیدم خیلی قشنگه. دکتر جون قیمتش هم همین حدوداست. کدومو بگیریم مامان جان؟ انشالله که آخر عاقبت همه جوونا به خیر باشه. شما هم به سلامتی بریم برگردیم بهتون خوش بگذره. اما منو خاله فروغ نمیتونیم بیاین. نمیتونین بیاین؟ برای چی؟ آخه ما قرار آخر هفته بریم مشهد. چه وقت مشهد رفتن الان؟ مشهد رفتن که وقت نمیکنه. هر موقع به دلت افتاد میریم. ایرج بابا راست میگه دیگه، باحالی امام رضا بینه که هر وقت ویرت گرفت میتونی بری. شما به این کارا کار نداشته باش. غذاتو بخور و بشین سر درست. مامان مشهد ناقافل آخه. اونم الان که میخوایم بریم عروسی، پنجشنبه میریم، جمعه برمیگردیم، شما شنبه برین ها؟ ناراحت میشه عاطفه ها. شما هم دیگه زیاد شلوغش نکن. دیشب خواب امام رضا رو دیدم. لابد یه حکمتی درشه. مغز گردوهاش خیلی تازه است. زود استفاده کنیم و الا تون میشه. احترام صدات درس در نوش جونه. حالا تنهایی میخوای بریم مشهد؟ نه تنها نیست. من هم باشم. این درسته. با همه. خداحافظ دکتر جون. بلبل. طاهره خانم من باید برم. اگه میای بجو. مامان مواظب خودتون باشین. خدا. چشم. احترام صدات. مشهد خوش بگذره. دکتر سلامت باشی. مامان صحبت میکنیم بعدا. خداحافظ. به سلام. خداحافظ مامان. به سلام. بشین غذاتو تموم کن بعد برو. نه میخوام برم چمدونام ببندم، حمامم برم. تو هم برو کارات بکن، معطل نشیم. دستت درد نکنه، حسابی چسبید. امام رضا بس دیگه گره. خب اینو چجوری میشه نگهش داشت؟ میترسم بریزه. یادم رفته بود کجا گذاشتمش. آشپزخانه رو زیر رو کردم تا پیدا شد. باورت میشه احترام. 6 سال و 4 ماه و 9 روز لب به قلیان نزدن. آخ اینو که خوش شده. خاله فروغ نیا. خاله فروغ نیا. احترام. تو مطمئنی ولی مسئله نداره؟ نگران نباش. با یه بار کشیدن هیچ چیزی. جونم خاله فروغ چه حالی میکنه. بدیم منم یه پک بزنم. خجالت بکش دختر. من نمیفهمم چرا برای هر چی کار خلافه این حاضر به یراق. به بابا چیزی نگی نگاه خانم. نگاه. پشت در انداختی. یه وقت بیخبر نیان آبرومان بره. یا الله حاج خانوم بساط قلیونم که دوباره روبرا شد. تنبا پوشم معلوم حکامه. بوش تا سر کوچه داری میاد. اینم سفارشتون. این برنج شماله آستانه. دیگه از این برنج سهمیا نیستش. مشغول بود. بر ما که پریروز برنج روغن آورده بودی. ها میدونم. اینا راستیتش داشتم میبردم برای این آقای رجبی. شما خوبی؟ شکر. مشغول با. درست آوردی. احترام پیر شده، حواس پرتی کرده. احترام مگه اون روز خودت نگفتی برای او خانوادهه بگی مشغول بان برنج روغن ببری؟ فراموش کردم. میگن که من حواسم هست. مشغول بون اینا رو ببر برای همونا که اسباب اساسیشون اینجاست. بهتون نگفتم؟ نه. آخه این داماد نااهل از آب در اومد. التفات میکنی؟ یعنی به هم خورد. ای بابا. پس اگه مورد دیگه پیش اومد اینا رو بده بریم. برای اون عروسم انشالله به موقعش چه کاری میکنی. خب پس ما رفتیم. اینا رو بالاخره گفتی برای کی ببرم؟ من میام در مغازه با هم حرف میزنم. آدمو گیج میکنن اینا. مامان احترام.
تلفن با شما کار دارم. کی اومده؟ چه میدونم والا، میگه من مصطفویم. مصطفی خود ما. سلام علیکم حاج آقا. سلامت باشین. شما خوب هستین انشالله؟ خانواده خوبن؟ الحمدلله شکر ما هم خوبیم. فروخان ما خوب هستن. سلام دارم خدمتتون. بله بله. بله. چشم چشم حتما. دست شما درد نکنه. خدا نگه داره. حاج خانم دوست پیدا کردی؟ خجالت بکش. حاج آقا مصطفی بود. گفتم که از ستاد رفته. زنگ زد بود حال احوال کنه. خیلی هم به شما سلام رسید. خدا خیرش بده. آدم خوبیه. دست به خیره. بله. سلام علیکم. ببخشین دیر کرد. یعنی شما میفرمایید ما عقلمون رو بدیم دست دیگه؟ استغفرالله. اگه فردا روزی پشیمون شدن چی؟ خانواده‌شون خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟ خبر دارن حاج خانم؟ ندارن. اگه بلند شدن اومدن اینجا گفتن آقا مادر ما پیر بود، احساساتی بود، یه تصمیمی گرفت، شما چرا کردین؟ بالاخره یه حقی دارن که نمیشه. اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیره. این کار شرعاً و قانوناً خلافه. والسلام. بنده هم ایشون و هم خانوادهشون سال هاست که میشناسم. پسر بزرگشون احمد آقا جانبازه. بعید میدونم مشکلی به وجود بیاد. اگه آقا محمد فردا روز پیدا شد چی؟ کی جواب میده؟ اولین کسی که بزنه زیرش خود شمایی. من نمیدونم شما تو این 20 سالی که اینجا بودی چی کار کردی حاج آقا. ولی مثل که جابجاییتون زیاد بوده. ببینید آقای فیض، توی این 20 سال همه ما اینجا یه خانواده بودیم. اگه کاری هم کردم مطمئن باش اونجایی که باید حساب پس بدم انشالله که مشکلی پیش نمیاد. انشالله. به هر حال من حرفمو زدم. ما اینجا یه فرم دیگه هم داریم. میدونین که میتونن اونو پر کنن. اگه حاج خانومشون رو به اسم پسرشون قبول ندارن اون فرمو پر کنن. ما هم شهید رو به اسم شهید گمنام دفن میکنیم. همه مشخصات و مدارک هم موجوده. یه روزی نظرتون عوض شد. شهید گمنام؟ حاج خانم ممکنه 2 دقیقه بیرون تشریف داشته باشین. ممنون میشم. شما که این همه سال صبر کردی یه مدت دیگه هم صبر کن شاید فرجی بشه. شما برگردید شهرتون، خبری شد ما با تلفن بهتون میگیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. میگن شوهرت مرده، همشون مردن. تو هم شهرن و عرفن برو دنبال زندگیت آزادی. کدوم زندگی؟ این پیرمرد عمومو میگم بابا این به دلش افتاده بچه‌ش زنده است برمیگرده. من نمیتونم تو روی عموم وایسم. چرا اینا نمیفهمن؟ ای حاج آقا، حاج آقا یه لحظه. حاج آقا سلام حاج آقا. شمارم به درد سر انداخت. اگه به منه که میگم همون تو بمونه. اتفاقی هم نمیفته. بالاخره هر کاری یه هزینه‌ای داره. ولی حاجی مادرش خیلی بی‌تابی میکنه. جوونن دیگه. حاجی نمیتونیم که تو خونه حبسشون کنیم که. حرف نامربوط نمیزنن. ما تحملمون کم شده. بله. به هر حال بازم شرمنده دارم. تماس ازشون. بله. چقدر هوا سنگینه.
شما حالت بهتر شد حاج خانم؟ شما هم اینقدر سیگار نکش، خوب نیست برات. نه بابا، یه 5 سالی میشد که ترک کردم. امان از گرفتار. 20 سال عمر تو یه جا بگذرونی و بعد شما یادت میاد چند سال پیش یه تعداد دختر نوجوان تو همین استخر شدن؟ هیچ کس یادش نمیاد. سلام آشقا. علیک السلام. دیگو قابل مسی که یادگار خدا بیامرز مادرمه بدین به زهره. ایول دیگه قابلمه مسی تو کانادا خیلی حال میده. چه پوزی بده زهره خانم اونجا. میگم خاله فرو، دیگو قابلمه مسی و لگن آفتابه که نشد وصیت از من به شما نصیحت. تکلیف خونه رو مشخص کنید. خانه تکلیفش معلوم. یه بچه که بیشتر برام نمانده میرسه به زهره. پس محمد چی؟ دختر جان محمد رفته. من و مامان احترام هر دوتای من میدانیم. فقط دعا میکنیم جنازهشان پیدا شه که اقلن دلمان خوش باشه به ای که میتونیم بریم کنار قبرشان. خیلی خوب باش، حالا ولکن بقیه‌شو بگی. آها راستی اصل کار این قناری است. اینه بدین احترام سادات که او به آبادانش خوب برسه. حالا شد اصل کاری قناری دیگه. خب بگو هیچ نمیخوای بدی مامان احترام دیگه. ببین چه اصیلی تو دنبولیده شدن. اگه چشم و حوصله داشتم خودم این بشم. بابا مگه الکیه، کلی فوت و فن داره. دو نیا دوره دبیرستان نامه‌هایی که برای دخترم میامد جوابش من می‌نوشتم. بارکلا. کلی هم برای همین مامان احترام نوشتم. بله چه نامه‌هایی؟ تو بنویس. جان مامان به خدا اگه بذارم باید بگی خواهش میکنم تو من دست بری اینجا به پاری من حواسم هست. آخه جوجه کاری که به دزدی اشتباه ارتباطی من دانشجو هم کارتم دارم. نظر نده خودم مشغول من خودم خاتم این حرفا را بیا پینم. ببین چی آوردی به روز این حاج خانوم این بچه قرتی چند روز اینجا بی خودی بلاسه. بیشتر هم دوره بر خونه شما. امروز داشتم میمدندم بی خودی اینجا پرسه میزنه که مچی گرفتم. ببین این یحتمل دزده. اشکال میکنی؟ بازم که اونجور اومده تو کوچه. کجا نگاه میکنی های؟ حاج خانم اشتباه گرفتم من دانشجوام. ببندش خدا خوش نمیاد. من نمیشناسه اینو. آقا جوادی یادت رفته. ببین پاک حواس پرت شدی یا بابا سر کوچه می نشستن 4 ماه پیش اسباب کشی کردن رفتن. پسر آقا جوادیه دیگه. آره بیا پسر جان بیا ببینم اینجا چی شده. بیا چیزی شده. گفتی دانشجویی؟ بله امسال رفتم کارتم دارم. خیلی خوب نمیخواد. واسه یه دانشجو خوب نیست اینجوری الاف تو کوچه پس کوچه ها بگرده. اگرم نیت دیگه ای داری راه و رسمش نیست. تو این دانشگاه پس چی به شما یاد میدن؟ دست شما درد نکن. قیافه‌ای هم به خودت گرفتی مثل زخم شمشیر برداشتی ها. من چه میدونم. ببخشید من دیگه باید برم. ببخشید خیلی مزاحم شدم. با آقای جوادی سلام منو برس. خدا رحمت کنه مادرمو. میگفت دختر که سواد یاد بگیره نامه عاشقانه مینویسه. این ماسک رو ساختن واسه کارهای ضروری، نه اینکه بشه وسیله اسباب بازی و هره کره. گفتم برو مانتو تو بپوش و بیا. کی وقت کردی سرخاب سفیداب کنی حیرونه. شما حالت خوبه؟ به جای حرفای بی سر و ته
ببینم بلیط گرفتی برای مشهد رفتن. آخر هفته اونجا شلوغه ها. نه خیر، میخوستن کوبیدنه. پس این قضیه نامه های عاشقانه ای بود. خدا عاقبت همه رو بخیر کنه. منم دلم برای امام رضا تنگ شده. یکی دو هفته که صبر کنید بلیت قطار میگیرم دست جمعی میریم با هم دیگه. اینجوری خیال ما هم راحت میشه. دستت درد نکنه انشالله عروسیت. خیالتون راحت. من هنوز اونقدر پیرو از پا افتاده نشدم که نتونم تنهایی زیارت برم. بازم شروع کردی که مادر جون. من میگم عاطفه خانم دلگیر نشه. اتفاقا عاطفه دیروز زنگ زده بود. انگار که فهمیده باشه شما نمیخواین بیاینا. هی اصرار که خاله فروغ و شما حتما باید باشین. احمد تو دیگه چرا؟ من که میدونم طاهر وادارت کرده بیا اینجا رأی منو بزنی. مامان جان من اصلا روح هم خبر نداشت داداش احمد داره میاد اینجا. همین دم در اتفاقی همدیگه رو دیدیم. دختر جان سن و سالی ازت میره. تو که به این راحتی آشنا میکنی از بچه چه انتظاری داری؟ استغفرالله. نگار یه تو که پا برو ببین خاله فروغ کاری نداشته باشه. حق با شماست اما طاهره نگرانه، یعنی هممون نگرانیم. میگیم با این حال و اوضاع خاله فروغ خب عروسی برای روحیش خوبه. واسه روحیه خاله فروغ از همه چی بهتر زیارت. اینا رو ببر بر سمیه. مامان احترام. جونم مامان. خاله فروغ کارتون داره گفت زود بریم. ما در موقع رفتن اینا رو ببر، مال تو مرزی است. دست درد نکنه. مرغای مادر جون از اولش هم یه پا داشتن. داره تو هم خوب راه و بیرا دروغ میگی ها. اینم همه مصلحتی ها بود نه؟ ای بابا داداش شما سخت میگیری. نگران نباش، من و شما عروسی برو نیستی. برو بگی بخواب. فرو فردا صبح بعد نماز خیلی نخواب. یه تو که پا قراره بریم جایی برمیگرده. کجا؟ احترام سادات، امروز که شنبه نیست. چرا داری میریم اینجا؟ دل من شور میزه. فروغ جان بچه ها دارن برمیگردن. فعلا محمد تو اومده. انشالله حسین منم میاد. فروغ خانوم مادر شهید محمد رضوی هستن. گفتین خبر رو بهشون بدم که دادن. حالا هم اومدن که برای روز تشییع جنازه اگر کاری هست انجام بدن. چند دقیقه هم برن کنار تابوت پسرشون. من خودم فرمو براشون پر میکنم. شما فقط لطف کنین آقای فومنی بیان ما رو ببرن سالن شهدا. چشم. آقای فومنی. حاج آقا. حاج آقا بفرمایید یه مراقبتی بکنه. یه موقع روی تابوت. بله. متوجه این که. بله. حاج خانم. حاج آقا در جریانه؟ آقای مصطفوی؟ بله. نه چه جریان؟ بفهم. حاج خانم یه لحظه شما منتظر باشید. احترام، قیافم خوبه. حاج خانم بفرمایید.
چرا اسمی نداری؟ می نویسم حاج خانم. این پسر من نیست مسلمان ها ای محمد چرا من پیرزن رو سرش میدید آخه چرا آخه این محمد نیست خدا حاج آقا اگه حق و حساب لازم بود یه کلام میگفتی. الله اکبر. این همه عز و جز کردم منتتون رو کشیدم خدا و پیغمبر رو یادتون برو خانم میگم بیام به جرم توهین و افترا بازداشتت کنن ها. خواهر من آخه این چه حرفی شما میزنه؟ بفرمایید. بیا بازداشت کن من همین الان بفرمایید. نکشیدی تحویل نمیدم. بگیریم. همین مونده بیان دست فردا شایعه کنن که دارن تو ستاد شهدا رو جابجا میکنن. خیلی هم ارزون. سلام حاج خانم. سلام علیکم. فرو خانم کجا؟ یه کمی حالش خوش نبود. تو نمازخونه دراز کشیده. خوب میشه. خوب میشه؟ پیرزن بدبخت رو به این روز انداختین حالا میگین خوب میشه؟ نگین خبر نداشتین که باور نمیکنم. دو تا پیرزن عقلشون به این چیزا نمیرسه. شما یه کاری کردین اینا بیا ما رو بزنن تو عمل انجام شده؟ حاج آقا هیچ تقصیری نداره. اگه کسی مقصر باشه من. چه فرقی میکنه حاج خانوم؟ چه شما چه ایشون؟ منو وادار کردین دروغ بگم. چی شد؟ هیچی. فهمید همش صحنه سازیه. معلومه میفهمه. مادره. خب اینا از چشم کی میبینن؟ ستاد. شما به جای اینکه ایشون رو توجیه کنید دست از این افکار بچگونه‌اش برداره بیشتر تشویقش کردین؟ حاج خانم تا امروز رعایتتو کردم اما مثل که شما دست بردار نیستی. باید خانواده‌تو در جریان بذاریم انشالله که اونا عاقل‌تر از شما باشن. خیلی خوب. حق با شماست. ما اشتباه کردیم. اتفاقی که افتاده کارش هم نمیتونیم بکنیم. فقط باید یه فکری بکنیم که همه چیز به خیر و خوشی تموم بشه. آبروی ستارم محفوظ بمونه. به همین سادگی. آره خیلی فکر خوبیه. بهش بگیم ما دروغ گفتیم ولی نیتمون خیر بوده. بفرمایید. بیاین از اینا 4 تا اسقاطی پیدا کنیم ببریم بگیم مال پسر ایشونه. بفرمایید دیگه. شاید اینجوری به قول شما همه چیز به خیر خوبی تموم شه بره. پس چرا نشستی حاج خانم؟ کجا حاج خانم؟ ستاد ریختی به هم داری میری؟ فرو خانم تنهاست. بهتره برم پیشش. من تا این قضیه روشن نکنم که بله. صبر کن سر. اینا 4 تا چیک اسقاطی نیست. هر کدومشون یه دنیا آرزو و خاطره پشتشه. اینا جون دارن. دارن با ما حرف میزنن. من نمیدونم شما از کجا اومدی ولی کجا میخوای بری معلومه. جوونی رو دوست نداری که عمرتو اینجا تلف کنی. میخوای بپری بری اون بالا بالا. اشکالی هم نداره.
ولی بعض وقتا یه روز تعطیل بیا اینجا یه گوشه بشین تنها گوش کن، خوب گوش کن. حتما صداشون میشنه. شما درد نکن. مامانت رو من تو هم چیزی خواستی بکن. برو. میگم بچه ها چه زود بزرگ میشن. دختر عمل آقاست؟ نه دختر طاهر است. خدا ببخش. بله. الو. سلام. ببین من خودم بعدم بهت زنگ میزنم. ای بابا. فکر میکنی اگه یه مدت بیفته اون تو همه چیز حله درست میشه؟ والا نه. جریتر میشه. ما هم که چوبشو خوردیم. خودت میدونی کجا فرستادن. بله. حاجی این آتیشیه که دامن هممونو میگیره. وقتی میفهمیم که دیگه خیلی دیر شده. بله. هر حال شرمنده. به امان خدا. همه گرفتاری. هر کس یه جور. میدونی چی حاج خانم؟ مشکل اینجاست که ما با این زمونه جور در نمیریم. ما معتیقی شدیم دیگه حاج آقا. باید مثل ماشینای اسقاطی انباری شما بریم زیر دستگاه. چرا اینجوری شد حاجی؟ من کار بدی کردم؟ نه شما کار بدی نکردی. فقط از حقت گذشتی. یه چیزی بین خودمون بمونه حاج خانم. بهتون حسودی میشه. به وقتش دست بارم بگیر. خب یا حق مواظب فرو خانم باش. با اجازه. تمامش کنم. این ژاکت 6 ماه شده. مصیبت. چه وضعشه؟ ولی سفر رفتن مشهدمان این که نمیشه با بال گردن ما باشه. باید تمامش کنم. تمومش میکنی؟ پنجشنبه عصری میریم. یه کوپه دربستم برات میگیرم که تا خود مشهد راحت باشی. خدا خیرت بده. تا پنجشنبه باید تمام بشه. 6 ماهی شده کار من. حوصله داری؟ باید قبل از رفتن به مشهد این تمامش کنم. آره باید تمامش کنم. مامان احترام. مامان احترام. مامان احترام خوبین؟ پیرشی مادر. تو دیگه برو به درس و مشقت برس.
دیشب مامان طاهره به دایی احمد گفت از شنبه که رفتین ستاد اخلاقتون عوض شده. گفت بره یه سری ستاد بزنه. من گفتم چیزی نیست، شما فقط نگران خاله فروغین. ولی دلم شور میزنه. نه مادر، دلت شور نزنه. تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی، میفهمی من چی میگم. یه چیزایی رو نمیشه گاهی به همه گفت. آقا همه که نمیفهمن، ولی تو فرق میکنی. تو دیگه شدی رازدار من و خاله فروغ. تو دیگه از خودمونی. خدمتتون عرض کنم که نقشه هواشناسی زبانه پرفشار بر روی نواحی شمالی و کمفشار پس‌زمینی در بخش‌های جنوب غرب کشورمون نشون میده. در سطوح میانی جو جریانات ناپایدار نیمه غربی کشور رو تحت تاثیر قرار داده. اما نقشه‌های فیشری برای 48 ساعت آینده حاکی از تقویت جریانات ناپایدار در بفرمایید. بارش‌های در نواحی شمال غرب و غرب کشور خواهد شد. خیلی خسته این؟ میخواین ماساژتون بدم؟ ماساژ چیه مادر؟ برو به درست برو. درس چیه بابا؟ ول کن یه ماساژی بدم حال کنی. یواش استخونامو خود کردی. نکن نکن نگاه نکن. آخه خوب تا لنگ زور میگیری میخوای واسه خودت. تنبلخانه شعباسی رو انداختی؟ شایدم که حاضر نیست. گفتم پنجشنبه میریم مشهد، از الان شاله کلا کردی. دستتم پینه نمیزد زیر اون کتری رو روشن میکردی. چند شب پیش خوابش دیدم. همیشه خوابش رو میبینم. اما این دفعه آمده بود پشت در. زنگ زد. من نشنفتم. صدام کرد. مامان فروغ چرا در باز نمی‌کنی؟ پا شدم برم در باز کنم که این دل درد وامانده امانم برید و بیدار شد. فهمیدم داره میاد. دیروز که رفتیم ستاد دیدم خوابم تعبیر شد. احترام محمد بود. خودش بود. میدانم قضیه مشهدم علکی بود. میخواستی عروسی بچه ها به هم نخوره. فکر خوبی کردی. بذار نفهمم. حلق و گلو خوش شد. پس این چای چی شد احترام؟ الان حاضر میشه. میگم احترام. پس از هیچی. اینا که همیشه با هم بودیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. سلام علیکم. آقای فومنی به ما گفتن اینجا بشینی فرمو پر کنیم تا شما تشریف بیارید. خواهش میکنم. حاج آقا هم هستن ها. آقای مصطفی رفتن دستشویی، الان برمیگردن. بله. یالا. به جناب فیض، میبخشید این روزا ما خیلی داریم مزاحمت میشیم. اختیار داریم. میتونم یه چند کلمه بیرون باتون حرف بزنم؟ خواهش میکنم. بفرمایید. حاج خانم شما تا این فرمو پار بکنی من میرسم خدمت. با اجازه. احترام چی؟ بازی جدیده این؟ آخه شما تشریف نداشتی. ظاهرا گرفتاریتم خیلی زیاده. همکارت آقای فومنی در جریان.
آقای فومانی، حاج آقا مثل که هنوز شما دوستای با نفوذ زیاد داریم. خب از عصر افتادیم، از عصر که نیفتادیم که. این کار درست نیست. من مجبورم گزارش کامل این اتفاق به مسئولین بدم. کامل. هر اتفاقی هم بیفته مسئولیتش با شماست. ایرادی نداره. خودم کتما مسئولیتش میپذیرم. که شما هم خدایی نکرده گیر نباشید. نه لازم نیست. به نظرم لازم خانواده‌شون رو در جریان بذاریم. وظیفه انسانیه دیگه. آی فیض، من به این حاج خانم گفتم که شما خودت راضی شدی. خرابش نکن. ببینین مشکلی نداشته باشی. شما کارتون اینجا تمام حاج خانم. مراسم هم که جمعه برگزار میشه. در مورد رفت آمدتون هم آقای فومانی بهتون میگه. با عزتون دیگر که حمله ندارین من باید برم. کار دارم. سمیه چطوره؟ خوبه؟ خب میآوردیش با خودت دیگه. چایتون سرد شد، عوضش کنم؟ ندایی خوبه. مامان تارا، من تو اتاقم کاری داشتی صدام کن. باشه مادر، برو. دایی جون، جونم دایی. یه سر به خاله فروغ میزنی؟ ممکنه کاری داشته باشه. چش دایی. امروز خاله فروغ از صبح بدخلق بود. گفتم بریم بیرون، شاید یه ذره حوصلش بیاد سر جا. کم حوصله شده. جات خالی، رفتیم کبابم خوردیم. اونو که میشناسی، تو هر حالی که باشه برای خوردن حاضر به یراقه. طاهره گفتم براتون بلیط گرفتم. بهش نشون بدین دیگه بهتون پیله نمیکنه. خیلی خواستم جور کنم که نرم باهاشون کاشان، ولی نشد. مواظب خودتون و خاله فروغ باشید. نداری دا حتما مامانه. ای به دختر میاد توی یه تکون چایی میخورم میرم توره نمیشه که. میذارم طور جدت قدیان وسط حیاتی بیا از زبان در آورد. لا لا خاله فرو چیلی نبود لپر بشه. جواب نمیدم. حتما خونه نیستن. چراغام که خاموشه. خب دارم برای همین شور میزنه دیگه. کجا رفتن یعنی این وقت شب؟ شما که همیشه دلت شور میزنه. بچه که نیستن. حالا کیو داری میگیری؟ نگاه رو ببینم کجا رفتن. مامانه. جواب بده.
یه جور سرشون بکوبه تا. چی بگم خب؟ هر چی میخوای بگو، فقط ردشون کن بره. باشه یه لحظه. بله؟ سلام مامان جان، خوبین؟ کجاییم؟ من و مامان احترام و خاله فروغ اومدیم دربند. خب دربند واسه چی اومدیم تفریح کنیم دیگه؟ آره. نه خاله فروغ هم قشنگ اونجا رو تخته لم داده و اینا در قلیون نمیکشه یعنی میخواست بکشه، مامان احترام نذاشت. آره نگران نباشین دیگه. آره ما برمیگردیم. باش بریم قربان شما، خدافظ. حال کردین چجوری پیچوندمشون؟ نه جان مامان احترام حال کردین؟ مادر جان این چه تازه حد زدنه. حال کردین یعنی چی؟ یعنی حال کردین دی؟ ایول خاله فروغ خودم. خب بقیه‌شو بگی. بقیه چی؟ بابا تازه رسیده بودیم به جای خوبش. دایی حسین نامزد نداشت؟ یعنی عاشق کسی نبود؟ دختر جان، عمر عشق و عاشقی به اندازه عمر آدمی زاده. شما فکر میکنی شما جوانا کشف کردین عشق و عاشقیه؟ پس عاشق بوده. محمد چی؟ مگه محمد دل نداشت؟ به قول شما جوانا اند عاشقی بود. کی؟ جان خاله فروغ بگین. عاشق مادر همین ندا خانوم که فردا شب عروسیشه. خاله عاطفه؟ دایی حسین چی؟ اون عاشق کی بود؟ عاشق مادر ندا خانم که فردا شب عروسیشه. گرفتین منو؟ جفتشون؟ کی برد؟ آقا محسن. آقا محسن کیه؟ شوهر عاطفه خانم. آخه چرا؟ چرا نداره دختر جان؟ از اول دنیا همین بوده. این دوتا جوان اینقدر تو رو درواسی هم موندن تا آخر دزد سوم اومد زد و برد. یادش بخیر محمد، وقتی عاطفه رو میدید تا به قلبش باش قربانم بشین تو بغازه. دایی حسینت هم وقتی عاطفه رو میدی تا فرق سری سرخ میشه. یادش بخیر، واقعا یادشون بخیر. برای تو شدن بیمار و خسته، فرستادم برات گل دست دسته، تو رو تا مادره گهواره بسته، دل ما رو خدا یک بار بسته، جونی جونی یار جونی، رشتی و مازندرونی. این چند روزه خیلی مزاحم شما شدیم. میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرم. اگه اشکالی نداره من یه چند دقیقه برم کنار حسین، فقط چند دقیقه. مادر هر چقدر دلتون خواست میتونید بمونید. اگه میخواین در رو هم ببندید که راحت تر باشید. فعلا با اجازه.
نگار جان مامان زود باش دیگه دیر شد. قولم نکن طاهر دارم جمع جان. میکنم دیگه. مادر بیا اینا رو ببر تو را لازمت ای باشه. مامان چرا دوباره زحمت کشیدین آخه؟ همش 3-4 ساعته تا اونجا. زحمت کدومه؟ میخوای فلاسک چایی هم بذارم ببری؟ نه مامان قربونت برم، برای خودتون ببرین. یه وقت هم غذای تو راه رو نخورین ها. نه یه چند تا کتلت درست کرد. خیلی خوب پس اینو سر عقد بده به نیدا. چشم. از طرف من و خاله فرو. دست شما درد نکنه. نگار مامان تا ما نریم بیمارستان بابات راه نمیفته ها، زود باش. بیا مامان جون التماس دعا مواظب خودتون باشین زیاد. من برم از خاله فروغم خداحافظی کنم. برو مادر سلام. نگار اومد یا الانه که مرضیه صداش در بیاد. برو مادر. خدا به همراه. فردا از طرف من روی ماهش رو ببوس. فرو خانم. فرو نمیخوای را بیفتی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخه نماز چه وقته میخونی؟ دیشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم از این دل درد. دی قرص ها رو افاقه نمیکنه. گفتم تا صبح دوام نمیاره. خب پا میشدی میومدی اون طرف. ساعت چند باید جلو مسجد باشیم؟ 11. لباس محمد آقا دیشب تمام کردم. ببین خوب شده.
قشنگی. خیلی قشنگ شده. شما خوبی؟ خوبه. نفس گاهی یاری نمیکن. خوبه. برو شما کاراتو برس، دیر میشه ها. من و شما هم دیدنی هستیم ها. امروز تو شلوغی سر سالم به در ببریم خیلی. میگم شنبه یه تو که با بریم داری پست لباس محمد آقا رو پستش کنیم، به موقع دستشان برسه فکر باز نگرانی دارم. آره، باید پست کنیم به موقع برسه. زهره میگه اینجا خیلی سرده، خب یه شال گردن کوچولو هم ببافم. دلخوشی منم شده محمد آقا. ساعت 11 باید بریم مسجد، خیلی مانده. کاش سر را یه آمپولم بزنیم. به جان تو خودم لوس میکنم. دلدرد امانم بریده. آخ شربت عرق نعنا که تو درست میکنی مثل آبی که بزی رو آتیش.